به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک گردش زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. السلام علیکم محترم ریاست، حاضرین گرامی، دامولای عزیز. وقتی که مسلمان شکری هر نعمت رو به جا بیارد، عزت و برکت و سعادت ابدی رو به دست میارد. حتی پروردگار اشکار و روشن میگوید استعیذ بالله ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. صدق الله العظیم. پروردگار خود میگوید چرا من شما رو عذاب کنم؟ عذاب نمیکنم. یکی ایمان، یکی شکر نعمت. وقتی که شکر نعمت به جا میارید میگوید من هرگز شما رو نه در دنیا نه در آخرت عذاب نمیکنم. شکر نعمت برای شما عزت، برکت، سعادت میارد. یکی از بهترین نعمت این دولتداری و استقلالیت هر ملت است. چرا که شما ببینید در تاریخ مرحوم امیر عادل اسماعیل سامانی ببینید چقدر شاعرها و دانشمندا در سطح بین المللی یعنی ما داشتیم. چرا این همه داشتیم؟ به خاطر که حمایت از این ملت، دستگیری این ملت، دستگیری عالم، دستگیری شاعر، دستگیری فرهنگی و تمامی یعنی قشرهای جامعه میکردند و عدالت پرور و عادل بدن. تا به حال حتی در تاریخی کتاب‌های تاریخی عرب همچون امیر عادل یاد میشوند. برای همین استقلالیت برای هر ملت و خصوصا برای مسلمان این یک نعمتی بی‌بها است که باید که خیلی همچون گوهرک چشم قدر کند و همیشه در مد اول نظر خود بگذارد. حالا بعضی از گروه های تندروی که حالا میگوید که یعنی هرچی سفسطه ها میگویند با دست خود خانه های خود رو خراب میکنند، در نتیجه میبینیم که کی ضرر میبیند. در نتیجه دیدیم که کی ضرر دید؟ همون کشور، همون ملت، همه پراکنده شدن، میلیون ها کشته شدن و میلیون های دیگر گریزه و سرسان و آواره و سرگردان شدن. برای همین این یکی از بهترین نعمت های پروردگار است و ما مسلمان ها باید افتخار کنیم که با کتاب پروردگار شناس هستیم. و این کتاب با چی شروع می شود؟ با اقرا، با بخوان شروع می شود. حالا بخوان معنیش اون است که همچنین یک خواندن رویکی ساده و عادی نیست. بخوان به معنیش اینه که قدرتمند باش، دولتدار باش، عزت داشته باش و قدرت داشته باش. این همه رو در نظر هست. حالا در قرآن ما هیچ جای دیگر نداریم جمله یا کلمه که طلبی ثروت، طلبی عمر، طلبی هر چیزی که باشد داشته باشد نداریم. تنها یگانه چیزی که طلب زیادتی اون رو دارد میگه ربی زدنی علما. این خیلی مهم است. همیشه مسلمان باید که این علم رو همیشه دعا کند و برای علم مهنت و زحمت و تلاش کند. کامیابترین و موفقترین ملت همون ملتی هست که علم رو از خود کند. علم با تقوا باشد. علم با تقوا باشد. یا ساده‌تر بگویم، عادی‌تر، علم با انصاف باشد. علم داشته باشد، انصاف داشته باشد. یا علم با عدالت باشد. عالم باشد، عادل باشد، همیشه عدالت پیشه کند. کامیابترین، عزیزترین، موفقترین انسان زندگی میکند. مبارکترین انسان زندگی میکند. همه همونایی که قهرمانهایی که داریم، همه همونا هم علم داشتن، هم تقوا داشتن، هم علم داشتن، هم عدل داشتن، هم علم داشتن، هم انصاف داشتن. برای همین ملت و تاریخ و کشور و وطن و دولت و حکومت قدر میکند. خصوصا برای این قهرمانایی که پیشوای ملت و تمامی ملت
یعنی با قدردانی پیشوای ملت تمامی ملت خوشنود و خوشحال شدن، یعنی این چی هست؟ این عدل است، این انصاف است، این تقوا هست. برای همین وقتی که علم با تقوا و با انصاف یک جا می شود، حالا ما علم بسیار داریم لیکن می بینیم که می کلواد با تعصب و نمیدونم با هر چیزی می کلواد، برای همین ناکام می شود در زندگی. و مادامی که علم با این همه باشد و انسان حتمی یعنی کامیاب و موفق می شود. حالا نعمت گفتم پیشوی ملت. خداوند عزوجل اگر دوست بدارد ملتی رو، ما باید بگوییم که الحمدلله پروردگار ملت ما رو دوست داشته است. حتمی باید این رو بگوییم، باید این رو به زبان بیاریم. پروردگار ملت ما رو دوست داشته است. چرا؟ به خاطری که از پراکندگی، از نیستی، از محو و از تقسیمات حفظ کرد و شخصیتی رو بالای این دولت، این ملت آورد که از لحظه های اولش دست بالای قلب و همیشه برای آرامی، آبادی، پیشروی، ترقیات این کشور شب و روز در مهنت زحمت است. این رو باید ما شکر بگوییم که پروردگار شکرانه که به ما رهبر و پیشوای غمخوار، عادل، با انصاف، حتی با دشمنش انصاف کرد، با دشمنانش انصاف کرد. و دولتداری و حاکم بودن همین رو میخواهد و این حکمت است و کسی این حکمت استفاده کند دولتدار بودن میتواند، نام نیکش عصرها میماند. حالا شاعر میگوید اگر قومی را پسندد خدای، دهد خسرو عدل و نیک رای. من صحبت زیاد نکنم، فکر میکنم که کمی خسته شدن حاضرینم. یک حادثه میگویم، با همین جنبه است میکنم سخنم. با وجود این که این مسجد رو ببینید در این شکوه و شهامت و این دانشکده رو ببینید در این سطح و صفت، این یکی از بهترین نعمت برای مسلمان ها و خشنود کننده ترین برای هر مسلمان است. حالا میبینیم اگر از بیرون کدام مسلمانی میآید این مسجد رو با این شکوه و شهامت میبیند و این دانشکده رو با این سطح و صفت میبیند، خوشحال و خشنود میشود و حتمی دیگر طبیعت مسلمان است، دعای خیر برکت میگوید. این طبیعت مسلمان است که هر نعمتی رو ببیند و صاحب اون نعمت خیر برکت، دعای خیر برکت میگوید. حالا چیزی که من گفتنی هستم، یک نقطه‌ای که محترم رئیس استاد دولتزاده سلیمان پیرخانم با ما بودند. ما وقتی که داخل خانه کعبه شدیم، داخل کعبه الله شدیم، در کعبه رو کشیدند و داخل شدیم و هر نفری 4 طرف نماز میخوندن، دعا میکردن. بعد محترم رئیس از من خواهش کردن که ما با شرافتی، یعنی احترام و شرافتی جناب عالی، ما داخل این کعبه الله شدیم. پروردگار ما رو مشرف گردانید و به سببی که پیشوای ملت، در حق پیشوای ملت یک دعا کنید. من بسم الله الحمدلله آغاز کردم دعا در حق پیشوای ملت که پروردگار برکت گردید. گفت نه 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 نه، در حق من نه، در حق ملت، در حق دولتم، در حق کشورم دعا کنید. یعنی این نقطه رو من به خاطر چی گفتم؟ به خاطر آن گفتم که داخل خانه کعبه یک جذبه و یک جاذبه دارد که انسان، هر مسلمان یعنی احساساتی می شود و حتی خود را گم میکند، حتی گم میکنید که چی بگویید. حالا ببینید در همین لحظه هم پیشوای ملت فقط فکر ملت و دولت و مردم، ملت تاجیک فقط در فکر اون بودند. سعادت این رو در همون جای حساس ترین برای مسلمان، یعنی سعادت همین ملت رو خواستند. حالا یعنی وطنداری، شاعر میگوید با یک گفته گویا که امیر بخارا گفته باشد در افغانستان،
میگوید امیر بی وطن خوار و ذلیل است، گدای در وطن میرد امیر است. وطن داشتن، در وطن بدن. حالا اونایی که گستو تنگ بستگی از بیرون دویم غوغاها و ولوله و سوسته ها و نمیدونم گیج گیج ها میکنن، فکر میکنید که اون سکه و صورتی که در نوار میبینید خیلی خشنود است. خورترین انسان است در اون جامعه، ذلیلترین انسان ها هستند در اون جامعه، در بیرون، در خارج، که باز از بیرون سنگ میپرتویند به این کشور، به این وطن عزیز، و خود میدونن که خورترین ذلیلترین انسان ها هستند. برای همین باید ما آرامی وطن، آبادی وطن، ترقیات وطن و پیشوای ملت، این همه نعمت رو باید دایم شکر بگیم و با شکر پروردگار من صحبتم رو به انجام میرسونم و خداوند عزوجل تمام نعمتهایش رو با شکرانه‌اش، چرا پیامبر علیه السلام هر وقت نعمتی رو شکر میگفتن که پروردگار رو نعمتت رو با شکرانه‌اش نصیب روزیم بگردون، چرا که نعمتی با شکر برکت اون نعمت رو ابدی میکند، دائمی میکند. و شکرانه این همه نعمت ها با شکرانه‌اش و خداوند عزوجل همه این نعمت ها رو دائم و پیشوای ملت رو عزت و سعادت ابدی و باز هم خیر برکتشون رو برای این کشور و برای این سرزمین و برای این ملت و برای این دولت و برای همه مردم و خصوصا خادمان دین باز هم زیادتر و بر زیاد بگرداند. موفق و سعادتمند و سلامت باشید و در اخیر از همه دستاندرکاران یک جهان تشکر میگویم و با دعا از پروردگار برایشان عزت و سعادت و برکت و کامیابی های ابدی تمنا میکنم. موفق باشید. تشکر محترم سرکردگان مسئولان سید اندیشه جمهوری حکیمانه و پر از قلب و انداز